در تماس با دکتر چارلز استنلی. بشارت انجیل به جهان. پیغام امروز، نگاهی عمیق‌تر به اراده خدا. دونستن این که خدا برای زندگیت یک نقشه خاصی داره قوت قلب میده. برای همه ما صرفا یه برنامه نیست، اما همش برای تک تک ما همه طرحاش چیزیه که توی ذهنش برامون میخواد و شاید ما متوجه نشیم که خدا دقیقاً چطوری داره برای همه دنیا کار میکنه، اما داره کار میکنه چون اون خداست. هیچ کس رو نادیده نمیگیره. شاید سعی کنیم چیزهایی که خارج از درکمونه رو درک کنیم، اما اون برامون برنامه داره و قصد داره انجامش بده. اگه ما بهش اعتماد کنیم و ازش اطاعت کنیم، و این دو چیز قطعاً اهمیت دارن. هر چیزی که خدا تو ذهنشه، هر چیزی که تو ذهنش بود، وقتی اجازه داد تو به این دنیا بیای، اعتماد و اطاعت ازش دوتا کلید اصلیش بود. پس از خودت این سوال رو بپرس: دیگران تو رو به عنوان کسی که به خدا اعتماد داره، ازش اطاعت میکنه و تابع اراده‌اش میشناسن، یا به عنوان کسی که صرفاً با شرایط پیش میره میشناسن و فقط میخوان خوش باشی و دنبال موفقیتی و طبق خاص دنیا جلو میری؟ خدا تو رو نیافرید تا هر کاری که دوست داری انجام بدی. نقشش این نبود. بله، این نبود. خیلی از مردم ممکنه تو کل زندگیشون یه بار هم این سوال رو نپرسن: نقشه خدا واسه زندگیم چیه؟ ارادهش برای من چیه؟ وقتی شروع به پرسیدن این سوالا میکنی، دیگه عمیق‌تری نسبت به برنامه و هدف کلی خدا واسه زندگیت بهت میده. و وقتی بهش فکر میکنم، منو یاد یه آیه از مزمور 103 میندازه. چون که سوال اینجاست، گوش بده. خب خدا چطور داره فلان کار رو انجام میده؟ مزمور 103 آیه 19، اگه توی کتابتون علامت نزدین بزنین. اینطور میگه: خداوند تخت خیش را در آسمان استوار ساخته و پادشاهیش بر همه مسلط هستش. گوش کنید: و پادشاهیش بر همه مسلط هست. یعنی فرق نداره چی پیش میاد، خدا پادشاهه و قدرت تو دستشه. و به نظر میاد قدرت دستش نیست، اما هست. ما پای هر چی اخبار و بالا پایین و هر چی به همون میگن و من اینم و من اونم و باید این کارها رو بکنم میشنینیم. خدا کجای این هاست؟ جایی که همیشه بوده، تو رأس کار. به همون اجازه میده کارهای احمقانه خطرناک و مخرب انجام بدیم، اما معمولا جلومون رو میگیره. و گاهی اوقات ما یادمون میره که خدا تو هر بخشی از زندگی و رفتار مردم نقش داره. وقتی به این آیات و پادشاهی خدا فکر میکنم، یاد حرفی که ارمیا به خدا زد میافتم. اون تو باب 32 گفته: آهی خداوند یهوه، تویی که آسمان ها و زمین را به نیروی عظیم و بازوی برافراشته خود آفریدی، هیچ چیز برای تو دشوار نیست. پس اگه من و شما ایمان داشتیم همه چیز تحت اراده و قدرت خداست و هیچ چیز براش دشوار نیست، نباید اینجوری می بودیم. نباید انقدر شک می کردیم. باید بیشتر روی حرفاش حساب می کردیم، چون خدا پادشاهه. اون رأس کاره. پادشاهیش بر همه مسلطه. پس مهم نیست چی تو دنیا میگذره. قدرت دست خداست. مشکل اینجاست که خیلی اینو قبول ندارن. و من یه بار داشتم تلویزیون میدیدم، گفتم چقدر اسفباره. همینطوری این برنامه ها ادامه داره تا بلند شی و خاموشش کنی. و پرسیدم: خدایا کسی درباره تو شنیده؟ کسی از یهوه الوهیم توی عهد عتیق، خدای خدایان، تنها خدای حقیقی، چیزی شنیده؟ خدایی که قادر هر کاری بکنه؟ کسی بهش ایمان و اعتماد داره یا منتظره که راهو نشونش بده؟ اگه میشنوی و میبینی اما کلام خدا رو نمیخونی، ممکنه خیلی خیلی ناامید بشی. پس موضوع این پیام نگاهی عمیق‌تر به اراده خداست و میخوام اول از تا 3 شاخصه اراده خدا صحبت کنم. 3 تا دسته‌بندی. و اولیش اراده مقدر خداست. چیزایی که غیر قابل مقاومت و تغییره.
بی قید و شرط. یعنی کارهایی که خدا میتونه با قدرت و محبتش انجام بده و هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. قدرت دست اونه، اون پادشاه جهانه. اراده مقدر یعنی مقدر شده، از قبل تعیینش کرده. شاید این دنیا شبیه چیزیه که بدون کنترل داره میچرخه، اما کنترل همه چیز دست خداست. و هر چند وقت یک بار من نمیدونم تو زندگیم چی میگذره، چه اتفاقی میفته. ممکنه نیاز داشته باشید که کسی از شما قوی‌تر اونجا باشه و اون خداست که همه چیز رو درباره زندگی شما میدونه. و خوب گوش کنید، خدا تنها کسیه که بر همه چیز کنترل کامل داره. خوب دارید گوش میکنید؟ بر همه چیز کنترل کامل داره، همه چیز. و بعد اراده اخلاقی خدا رو دارید. اراده اخلاقی اون به خوبی توی 10 فرمان نوشته شده. بر اساس این اراده نباید دزدی کنیم، دروغ بگیم، تجاوز کنیم و باقی چیزهایی که نوشته. تو همه اینها فرمانها چیزهایی هست که خدا ممنوع کرده. یعنی اتفاق نمیفته، نه. یعنی خدا نمیخواد که اونا اتفاق بیفته. عواقب خوبی برامون نداره، تاوان سنگینی برامون داره و برامون خطرناکه، چون که اون همون خداییه که به ما آزادی و قدرت اختیار داده. اما تا یه حدی این اراده مثل زنگ خطره، اما تصمیم میگیریم به روش خودمون یه کاری انجام بدیم، میتونیم توضیحش بدیم. اما همچنان وقتی ما 10 فرمان و تعلیمات عیسی رو نادیده میگیریم، باید بهاش رو بپردازیم و هیچ جایگزینی برای اطاعت نیست و کسی بزرگتر از خدا نیست. و وقتی من همچنان میشنوم که مردم میگن میخوام این کار رو بکنم، میخوام اون کار رو انجام بدم، یه خدایی هست که همیشه مشخص میکنه چی کار کنی و چی کار نکنی. اجازه میده نااطاعتی و سرکشی کنی، اما بهاش رو میدی. گناه ارزون تموم نمیشه، نااطاعتی از خدا ارزون نیست. و من میشنوم که مردم دارن راجع به کارهایی که میخوان انجام بدن حرف میزنن، چیزهای آینده و این که میخوان هر کاری دوست دارن بکنن گوش کنید، بدون هیچ احساس مسئولیتی نسبت به پادشاهی خدا در جهان. چه بخوایم چه نخوایم همه ما نسبت بهش مسئولیم. خب گزینه بعدی اراده مطلوب خداست. چیزهایی که اون برامون میخواد، خب بیایید از نجات شروع کنیم. خدا نجات رو برامون میخواد ما تعمید بگیریم، میخواد طبق ارادهش قدم برداریم، میخواد ما دعا کنیم و یاد بگیریم طبق تعلیماتش زندگی کنیم. ارادهش اینه که توی زندگیمون ازش اطاعت کنیم. اراده اون اینه که بهش گوش بدیم، ازش پیروی کنیم و درک کنیم که تنها راه حقیقی زندگی اونه. پس اگه میخوام ازش اطاعت کنم، باید بدونم ارادهش چیه. چطور بفهمم ارادهش چیه؟ از کجا باید بدونم؟ به کلام حقیقی خدا گوش کن و کلام خدا رو بخون و به کلامش ایمان بیار. اگر حقیقت خدا رو میخوای، اگه میخوای بفهمی چطور باید زندگی کنی، برای این که مطیعش باشی باید کلامش رو بدونی. پس الکی دستت رو بلند نکن. عیب نداره، من جات دستم رو بلند میکنم. توی هفته گذشته چند بار کتاب مقدس رو باز کردی و یک آیه خوندی؟ 7 روز هفته رو، هر روز 24 ساعت. خیلی کارا تو برنامه‌ت داری که انجام بدی، خیلی کارا هم هست که باید انجام بدی اما نمیخوای. همیشه کار نمی‌کنی، وقت آزاد داری. چقدر تو این وقت آزادت از خدا پرسیدی خدایا چی کار کنم؟ باید این خونه رو بخرم؟ باید اون ماشین رو بخرم؟ باید اجازه بدم پسرم به این دانشگاه بره؟ اجازه بدم دخترم با اون پسر بیرون بره؟ اجازه بدم پسرم عضوی از اون گروه شه؟ یعنی آخرین باری که از کسی جواب همه چیز رو داره پرسیدی ارادهش چیه؟ اون چی میخواد؟ مخالف اینی که خدا همیشه بهترین رو برات میخواد؟ هر کی موافقه بگه آمین. اون همیشه بهترین رو برات میخواد. اگه باورش داری، پس چرا ازش نمیپرسی؟ چرا بدون این که ازش بپرسی تصمیم میگیری؟ دقت کن، اون اراده، هدف و برنامه داره. اون میدونه تو تک تک شرایط زندگی چی برامون بهتره و میخواد ازش بپرسیم.
بخواه تا به تو داده شود، بجو تا بیابی، بکوب که در گشوده خواهد شد. خدا میخواد ارادهش رو نشونمون بده. این همون اعتمادی که بهش داریم، که وقتی ازش چیزی طبق ارادهش بخوایم میشنوه، و وقتی بدونیم ما رو میشنوه میدونیم چیزهایی هست که ازش بخوایم. پس چرا ما سراغ کلامش نریم و نپرسیم خدایا تو توی این شرایط خاص میخوای من چی کار کنم؟ لازم اطاعت برای من چیه؟ این طبق اراده خداست یا نیست؟ و دلیل این که مردم عمیقاً شک دارن اینه که اراده خدا رو نمیپرسن. گوش کن، این یکی از مسائل اصلی محسوب میشه و شک نکردن جزو مسائل مهمه. و تو میگی اما باید با کتاب مقدس چی کار کنم؟ خب شروع کن به خوندن و بعدش میفهمی خدا خیلی چیزها رو راجع به پول و شک نکردن میگه. متوجه میشی که یک گناه به گناه بعدی منتهی میشه. خدا برامون هدف داره، ارادهش همیشه برات بهترینه، همیشه برات بهترینه. بله اون بهترینه، نه اون بهترینه، چون اون برامون بهترین رو میخواد. پس وقتی به اراده خدا فکر میکنیم، اراده خدا بهترین نقشه برای ماست. حالا تو میگی خب زندگی من پر از مشکله و نمیدونم قدم بعدی چیه، پس بذار بهت یکی دیگه از اراده های خدا رو بگم و اون اراده شخصیش واسه زندگیته که میتونم اون رو به 3 بخش تقسیم کنم. و اول از همه اراده تعمدی اونه، یعنی خدا توی ذهنش واسه چی میخواد. نمیدونه والدینت کی بودن، چجوری بزرگت کردن، اما خدا واسه چی میخواد. چند لحظه بهش فکر کن. اراده تعمدی اون قبل از تولدت چی برای تو ذهنش داشت؟ درباره تحصیلات چی تو ذهنش بود؟ مثلا درباره عطایای روحانیت چی توی ذهنش بود؟ وقتی تو عیسی رو به عنوان نجات دهندت پذیرفتی، طبق ارادت خدا به تو همه توانایی‌ها، استعدادها و مهارت‌های لازم داده شده. و وقتی به گذشته‌ات فکر می‌کنی، با خودت میگی خب وقتی بزرگ شم میخوام این کار رو بکنم، اون کار رو کنم و امثال این حرفا. اصلا از خدا میپرسی اون برات چی میخواد؟ میگی خب از کجا بفهمم خدا چی برام میخواد؟ و اگه اینجا نشستی و نمیدونی اراده خدا واسه زندگی چیه، شاید اصلا ازش نپرسیدی. شاید فکر کن بهش تا حالا زانو زدی و بگی خدایا دیگه نمیخوام زندگی متلف کنم، میخوام زندگی مفید باشه. و اگه کمکم کنی و جواب دعامو بدی، البته اگه دعام درسته، پس تو ازم میخوای چی کار کنم؟ امروزه تعداد خیلی خیلی کمی از جوونا میان درباره اراده خدا برات صحبت میکنن و چون اصلا بهش فکر نمیکنن. این خدا برات خدایی که پادشاه کل جهانه، برای زندگیت برنامه داره. شما به عنوان والدین تا حالا با دختر یا پسرتون نشستین و بگین خب بیا درباره یکی از مهمترین مسائل زندگیت حرف بزنیم؟ خب اون چیه؟ شاید فکرشون بره به تحصیل. نه، مهمترین مسئله زندگی چیه؟ اراده خدا. و من بهتون میگم این حقیقته، نه یه شاید، حقیقته. هر شبی که توی خونه ما با خانواده بودم و از وقتی بچه ها به دنیا اومدن میرفتم کنار تختشون دعا میکردم. اونا نمیدونستم من چی میگم. این که خدا ارادهش رو توی زندگیشون بهشون نشون بده. دقت کنین ببینید ما واسه موضوع به این مهمی انقدر صبر میکنیم. خیلی مهمه که از اراده خدا چی یاد میگیریم. خوب گوش کنید. واسه مهمترین چیزی که یاد گرفتم اینه که اراده خدا چیه. پس وقتی با خودت بهش فکر میکنی، مثلا وقتی که توی تعطیلاتی اگه دنبال کار میگردی، فقط دنبال کاری، یا میگی خدایا تو هم ازم میخوای چی کار کنم، و حالا یه لحظه به این فکر کن. بهترین کسی که میشه سراغش بری خداست. تو میخوای کجا کار کنی؟ تو میخوای چی کار کنی؟ میخوای چجوری زندگیم رو سرمایه گذاری کنم؟ بهش فکر کنم. با گذشتن روزها زمان تو داره میگذره. قبول نداری؟ وقتی سن من رو بفهمی میبینی که دارم درست میگم. متوقف نمیشی، جا نمیزنی، کم نمیاری، به خدا اعتماد داری، پس تو مسیر درست هستی. اما فهمیدی که خدا برنامه داره، که اون جواب همه سوالایی که داره رو میدونه و معمولا جای این که اول از خدای متعال بپرسیم فقط تصمیم میگیریم. خب
ببینید چون که ما بر اساس دانش انسانی تصمیم میگیریم، دانش محدود انسانی و احساساتی که معمولاً ما رو به بیراهه میبره و معمولاً برای راضی کردن یکی دیگه تنها کسی که موظفم راضی نگه دارم طبق کلام خدا، خدای قادره. موظفم راضیش کنم، میخوام راضیش کنم. کار هوشمندانه، کار عاقلانه اینه که خدا رو راضی کنی. دقت کن، اگه میشناسیش این رو میدونی اون فقط بهترین ها رو برای تو میخواد. آمین؟ آمین. اما خیلی از والدین نمیتونن این رو بگن. اونها بهترین چیزهایی که دست بقیه میبینن رو برای بچه هاشون میخوان، اما نابودشون میکنی. مهمترین چیز تو زندگیت اراده خداست، اما میگی باید چی از خدا بپرسم؟ همه چیز. منظورم اینه، چی انقدر کم اهمیت که دربارش از خدا نپرسی؟ پس اون چی میگه؟ واسه زندگیمون برنامه داره؟ و این برنامه یعنی اراده تعمدیش تو زندگیمون، اراده ضمنیش تو زندگیمون. این یعنی چی؟ اراده ضمنیش یعنی این که مثلا من مشکل دارم اما زندگیم رو به خدا سپردم و تسلیمش شدم و دوباره شروع میکنم. چرا اینجا اراده ضمنی داریم؟ چون خدا ما رو میشناسه، میدونه شکست خوردیم، اون میدونه تصمیم اشتباه گرفتیم، میدونه ما همونطور که میگیم انسانیم. پس این همون اراده ضمنیشه. ما رو کنار میذاره؟ نه. و ما با اراده ضمنی خودمون معمولاً کمتر به دست میاریم، نتیجه کمتر، شادی کمتر، آرامش کمتر و کمتر و کمتر، چون همیشه اول از اون میپرسیم. حالا وقتی ازش نپرسیم اون اصلاحمون میکنه. بعضی چیزها رو اصلاح میکنه و بعضی ها رو نه، به خاطر شرایط موجود. خب پس اراده ضمنی او یعنی من اینجا هستم، این مشکل به خاطر منه، من تا اینجا اومدم، خدایا الان میخوای با هم چیکار کنی؟ گوش کن، اینجا اراده فوری خدا میاد، یعنی همین الان ازت میخوام چیکار کنی. امروز ارادهش برای چیه؟ نمیتونه دیروز رو تغییر بدی، اما قطعا میتونی فردا رو عوض کنی، چون که فردا یه امتیازه، یه فرصته و خدا با توه. اراده فوریش امروز واسه زندگی تو چی میخواد؟ مثلا یه لحظه بریم سراغ رساله یعقوب و این بخش رو بخونیم. توی باب 4 آیه 13 رو ببینید لطفاً. و اما شما که میگویید امروز یا فردا به این شهر یا آن شهر خواهیم رفت و سالی را در آنجا به سر خواهیم برد و به تجارت خواهیم پرداخت و سود فراوان خواهیم کرد، خوب گوش کنید. شبیه مردم امروزی نبودن، حالا بقیه‌اش رو گوش کن. شما حتی نمیدانید فردا چی خواهد شد، زندگی شما چیست. همچون بخاری هستید و که کوتاه زمانی ظاهر می شود و بعد ناپدید می گردد. پس باید چنین بگویید: اگر خداوند بخواهد زنده میمانم و چنین و چنان میکنم. حالا آنکه شما با تکبر فخر میکنید، هر فخری از این گونه بد است. بنابراین هر که بداند چه کاری درست است و آن را انجام ندهد گناه کرده است. بس به زندگیت نگاه کن، از خودت این رو بپرس: وقت تو چطوری میگذرونی؟ پولت رو چجوری خرج میکنی؟ دوستات کی هستن؟ چه روابطی داری؟ چیزایی که میخری، شهادتت. میگی خب خدا به چیزهای کوچیک علاقه نداره. مثلا چی؟ خدا شخصا دوست داره بدونه به چی فکر میکنی، چی میگی، ظاهرت چجوریه، چی کارا میکنی. پس یعنی تو توی جعبه زندگی نمی کنی، تو توی یک دنیایی زندگی می کنی که با حضور خدا در روحت ساکن شده. خدایی که مجهزت کرده و هر روز تو رو در مسیر خودش مجهز میکنه کل روز. اگه تو بخوای زندگیت رو بهش تسلیم کنی و سمتش بری، فقط خدا میدونه پتانسیل تو توی زندگیت چیه. اما احتمالا خیلی بیشتر از اونیه که فکر میکنی. میگی من اشتباهات زیادی داشتم. کی اشتباه نکرده؟ اشتباهات مختلف. و این اشتباه ممکنه واسه یکی غم انگیز باشه و اشتباه یکی دیگه ممکنه غم انگیزتر هم باشه. موضوع این نیست. موضوع اینه که خدایا
توی این مسیر فقط من و توییم خدایا. بگو چی توی زندگیم کم دارم خدایا. نشونم بده کجاست. باید بابت چی توبه و اعتراف کنم؟ چی رو باید تسلیمت میکردم من نکردم خدایا؟ بهترینت رو توی زندگیم میخوام. از خودت بپرس. وقتی برمیگردی به عقب نگاه میکنی، به دورانی که نوجوان بودی و یا همون حدودها، اگه برگردی عقب چی رو عوض میکنی؟ هممون میخوایم یه چیزهایی رو تغییر بدیم، درسته؟ هممون تغییر میدیم. برگرد عقب، چی رو میخوای عوض کنی؟ سوال دوم اینه: چرا تا اینجا اومدی؟ و فکر کردی میتونی بدون خدا انجامش بدی؟ و به این فکر کن: از وقتی به خداوند عیسی مسیح اعتماد کردی و تعمید گرفتی و عضوی از کلیسا شدی، زندگی تو تسلیم خدا کردی؟ وقتی بهش فکر میکنم این به ذهنم میاد که خدای قدوس، کسی که پادشاه کل جهانه، انقدر دوستم داره که ارادهش رو نشونم بده. ارادهش رو به هر کی که ازش بخواد نشون میده. میخواین به خدا اعتماد کنین؟ هر جا که هستین، با هر کی که هستین، اشتباهاتتون یک طرف و موفقیتتون یک طرف دیگه. چیزهایی که تو زندگیتون خوبه و چیزهایی که نیست، میخوای بهش بگی خدایا تو همه چیزم رو میدونی چه مشکلی دارم. ازت میخوام گناهانم رو ببخشی و این رو میدونم زمان زیادی ندارم که جبران کنم، اما خدایا کمکم میکنی تا بقیه عمرم رو طبق اراده ضمنی تو بگذرونم. هر اراده‌ای که تو برام داری کمکم میکنی تا اون طوری که تو میخوای زندگی کنم، بقیه زندگیم رو اون طوری که تو میخوای باشه. حاضری این رو بگی؟ گول شیطون رو نخوریم. کسی که دقت کن، شیطان میگه خیلی دیره، خیلی دیره، بی خیال این موضوع شو، خیلی دیره. تا وقتی نفس میکشی دیر نیست. برگرد سمت خدا. ممکنه فرصت ها در دست رفته باشه، اما ممکنه فرصت های دیگه هم منتظرت باشن. ممکنه خدا از راههایی کار کنه که به ذهنت هم خطور نمیکنه، چون که تا حالا درباره‌اش ازش نپرسیدی. من بهت میگم جا نزن. از خدا بخوای که بگو خدایا شرایط هر چی که میخواد باشه، من این بخش رو از دست دادم، فرصتی که تو دادی، اما خدایا تو منو میبخشی، به هم قول دادی. پس خدایا قدم بعدی چیه؟ زندگی من همینی که هست، اما قدم بعدیم چیه خدایا؟ دوست داری امروز بهش بگی خدایا میخوام قدم بعدی زندگیمو بردارم، هر کاری تو بخوای انجام میدم. حاضری امروز این رو بهش بگی؟ بله، انقدر بهش اعتماد داری که بهش بگی هر کاری که تو ازم بخوای رو انجام میدم؟ هر کاری. انقدر اعتماد داری که این رو بگی؟ یا اینجا نشستی گوش میدی و با خودت میگی آره اما تو شرایطم رو نمیدونی. خب هیچ کس از شرایط دیگران خبر نداره. حرف من اینه که به خدا اعتماد میکنی؟ هممون باید به خدا اعتماد کنیم. شرایطمون هر چی که میخواد باشه. این امتیاز رو داری. این امتیاز رو داری که با خدای قدوس که صاحب همه قدرت و عشق و محبت صحبت کنی و که کسی که جهت بهت میده و با زندگیت کاری میکنی که تصورش هم نمیکنی، اما اصلا میخوای خودت رو در اختیارش قرار بدی تا ببینی برای چی میخواد. اگه خودت رو تسلیم خدا کنی، با زندگی چی کار میکنه؟ فکر میکنم غافلگیر شی. غافلگیری خوبه. جرأتش رو داری بگی خدایا میدونم واسم برنامه داری، میدونم از روش زندگیم راضی نیستی، اما امروز ازت میخوام من رو ببخشی. میتونم بعضی ها رو سرزنش کنم اما نه همه رو، پس لطفا من رو ببخش. بعد امروز وقتی پام رو از کلیسا بیرون بذارم، تسلیم اراده بی‌نظیر تو میشم. هر چی که باشه، هر چی که بگی انجام میدم و باورت میکنم خدایا، چون تو خدای پر از محبت و عشق و حیات هستی، نجاتم میدی و کاری رو میکنی که برام بهترینه از همه جهات. واو، خدا چه تغییر خوبی میتونه تو زندگیت ایجاد کنه اگه تو بخوای.
و پدر چقدر شکرگزار هستیم که تو خدای بخشنده‌ای، پاک کننده، تجدید کننده برای همه کارهایی که تو زندگیمون میکنی. و دعا میکنم هر کسی که این پیام رو میشنوه عمیقاً فکر کنه، عمیقاً درک کنه. واسه بعضیا خیلی سخته، اما انقدر عمیقه که خودشون رو تسلیمت کنن و ببینن تو برای زندگیشون چی کار میکنی. اوه خدایا، این دعای منه برای زندگی اونها. خدا برای زندگی من چه اراده ای داره. و پدر تو پر از شگفتی هستی، این حقیقت داره، پر از شگفتی های عالی. شاید فکر میکنم لایقش نیستم یا برای تو هم مهم نیست، اما میدونم شخصیت تو این نیست. تو فقط منتظرمون هستی که بگیم بله. پس امروز میگم هللویا، هللویا. میخوایم بگیم که دوستت داریم در نام عیسی. آمین. اگر از این برنامه برکت گرفتین، لطفاً از وبسایت intouch.org دیدن کنید. در تماس، مردم سراسر جهان رو در ارتباط با عیسی مسیح رشد میده و در کلیسا تقویت میکنه. اسپانسر این برنامه سازمان در تماس میباشه و به لطف خدا و دعا و هدایای شما مسیر ما هموار میشه.